میدونی مشکل مردم چیه؟ همشون دنبال یه ابرقهرمانن، ولی فقط کافیه که پاسور اشتباه تو دستت باشه و اون موقع است که همه چی عوض میشه. این یه دیالوگ معروف هیث لجر بود. از اونجایی که ما دوست داریم پاسورها رو همزمان با خود شما باز کنیم و تا بدونیم توش چه خبره و خودمونم سورپرایز بشیم، طبق روال اولین بارم که این ورق رو دارم باز می‌کنم. یا ابوالفضل، فعلا که من رو همین یه ورقش هنگم روی پاسور که ورقا همشون اینجوریه. چه سه‌بعدی باحالی داره طرحش. این که طبق روال میدونید کارتی که همیشه تو ورقا میشه. چقدر جوکراش قشنگ. یا ابوالفضل این دیگه نه. یه لحظه خیلی خطرناک شد بچه‌ها. من همیشه حکمو دل میکنم از این به بعد. وای، بیبیو ببین، شاهو ببین. هی وای وای، چقدر خوبه این ورق. جنسشون که روغنیه. بریم سر اصل مطلب. عرض کنم به خدمتتون که جنس کارت حرف نداره. دیگه فکر میکنم حرفی برای گفتن نمونده باشه.